زنون بله و این خیلی مشکل درست کرده توی راه و بعضی راننده این روشن میکنن، طرف مقابل دیدش را از دست میده و گاهی ممکنه ماشین بره توی چاله فرد بشه از جاده و گاهی ممکنه به یک چیزی بخوره و تصادف رخ بده و اینها به هر حال اینها را باید متوقف کرد. چراغ شما به نحو استفاده بکنید که چشم کسی دیگه دیدش را از دست نده و اینا مسائلی هست که ضرر داشته باشه مسئله شرعی وارد میشه و میشه ممنوع از لحاظ شرعی، میشه حرام از لحاظ شرعی. هر چیز که برای جامعه ضرر وارد کنه و تاوان وارد کنه و تلفات وارد بکنه آنجا فتوا میآید. ضرر در اسلام نیست که کسی به دیگران ضرر بزنه و کسی ضرر خودش متحمل ضرر بشود.